سلام خسته نباشید خدمت تک تک بینندگان کانال تیفارس. عید قربانتان مبارک. امید که یک عید پر از خوشی، محبت، سرشار از عشق داشته باشید. من دوباره اومدم، علی احمدی هستم و امروز قرار است یک ولاگ فامیلی داشته باشیم که با جمعی از دوستان اومدیم سوفه که اینجا یک کباب پخته کنیم و به جاهای دیدنی سوفه هم به نمایش بکشیم. تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. بریم به سمت ویدیو. تمام بینندگان اومدیم با جمع دوستان از همینجا شروع میکنیم معرفی کردن. تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. سلام دوستای عزیز، نور آقا حسینی هستم. عیدتان مبارک. امید که یک روز خوب و خوش داشته باشین. سلام، ابراهیم احمدی هستم. خدا کنه که عید قربان خوش تیر کرده باشین، یک عید خوش داشته باشین عزیزان. عرض ادب سلام خدمت تک تک شما بیننده های عزیز چینل تیوی فارس. شکرالله مقصودی هستم. عید از صمیم قلب برتان تبریک میگم. امید که یک عید خوب و خوشی داشته باشین. سلام دوستای عزیز، امید که جور موفق کامیاب باشید. مصطفی محمدی هستم. امروز اومدیم کوی سوفه با جمعی از دوستان. موفق کامیاب باشید. عیدتان مبارک. سلام دوستای عزیز، مبارک شاه فخری هستم. عید قربان را از صمیم قلب برای تک تک شما بیننده های عزیز تبریک و تهنیت عرض می دارم. امروز اومدیم کوی سوفه، مهمان علی جان که برای ما چی تدارک دیده. سلام دوستای عزیز، عید شما مبارک. مرتضی محمدی هستم. دیگه امروز اومدیم با جمع از دوستا کوی سوفه، مهمان علی جان هستیم. ببینیم که علی برای ما چی آماده میکنه. مرتضی دوستان عزیز، دیگه شروع کنیم ببینیم که لابلای این که کارا میکنیم قصه کنیم، ببینیم که امروز دوستا کجا رفته و چه کارا کرده. نور آقا جان از اینجا قصه کن که امروز چه کارا کردی، کجاها رفتی؟ امروز جایی نرفتیم، جایی فرض کنید بعد از ظهر خونه بودیم. از خونه دیگه چند چندان تیر کنیم میره. صبحونه خوردیم و بلند شدیم یکم کارا رو کار کردیم و به بعدش که زنگ خودت اومد گفتی بیا این یه میله بریم یه جایی بریم دیگه اومدیم اینجا فعلا. بسیار عالی، بسیار عالی. شکرالله جان تو کجا بودی، چی کارا میکردی؟ من که زنگ زدم. علی جان خودت که زنگ زدی، ما خانه نور آقا تشریف داشتیم. امروز رفتیم دیدن نور آقا و بعد هم رفتیم دیدن فامیلا رفتیم و بعد دیگه زنگ خودت که اومد خود رساندیم پیش خودت. آها بسیار عالی. و دیگه مرتضی جان چی گپاست؟ دنبال گزینه والا علی جان دیگه تا فعلا خورمی است دیگه. کجا بودی؟ چطور هستی که کاروبار؟ شکر خدا میگذره، بد نیست. کاروبار چطور است؟ خوبه شکر خدا. مصروف چه کاروبار هستی؟ فعلا خب با گفته ایرانی‌ها دیگه مصروف دیگه برنامه‌ای میشه با حرف اینا. بسیار عالی. مبارک شاه جان چه گپا، چه خبرها؟ خبرای خاصی نیست علی جان دیگه. فقط میگه تست سیخ فقط تست سیخ بزنیم که یکم بخوریم. هوا سرد شده. هوا سرد شده دیگه. هوا سرد هوا سرد شده. شمال است. مبارک شب سرد نشده است. باد میاد دیگه. خدا میبینی. خب مصطفی جان صدای زنگت کار هستید، صدای نمیبره. وظیفه بوده امروز امروز. خب مصروف چه کار هستی؟ مصروفی کارهای نگهبانی دیگه. بسیار عالی، بسیار عالی. دوستای عزیز، اونایی که در افغانستان شریف هستن دیگه جایتان خالی. امروز دیگه به حساب اون چی سوای ابجد. دوستان عزیز دیگه این دوستا تا وقت سیخ کنن و ما نور آقا جان بریم همین کره رو روشن کنیم و با ما بیننده باشین تا آخر ویدیو. خراب سیخ نزنی. خب امروز چی کباب پخته کنیم برایتان، جایتان خالی عزیزان. دور از دلتان دوستان عزیز. دستمالی چیزا میآوردیم. برم جان منتهای کباب با چتنی، بدون چتنی نیست. نور آقا جان اینا بانیم برای بچه ها، ما تو بریم زغالا را کباب چیزا رو روشن کنیم. خرابی نکنیم. خب باش بچه زغالا رو بیار عباس، بیا این طرف بیا دیگه. اینجا اصل کارن نور آقا جان است.
ببینیم که این آقا چی کار میکنه. دیگه دوستا آقا جان قصه کو دیگه چی گپاست لابلای که کارم میکنی قصه کو دیگر باش که اینه آماده کنیم و برای دوستا و اینا همشون صدا میزنن که ما کشته شدیم و سریع اینا آماده بکنیم و تا که آماده میشه و دیگه ببینیم که چی میاد همه را الان نسوزه قدرم دستپخت ما و نخواد خوب باشه دیگه ببینیم که یا شله کردیم و یا شورما. دوستان عزیز دیگه نور آقا جانم آتیش روشن کرد ما که روشن کردیم. اینجا مبارک شاه جانم میره کبابا رو میاره که تا اختر اینجا تا زغال آمده میشه کبابا رو مبارک شاه جان فکر کنم سیخ کردی کبابا رو. آره بیارم؟ نه الان نیار باشه که امی زغالا سر بگیره زغال آماده بشه دقیقه هر چی که دیگه چی تان گفت ورخطایی سر آشپز گفت ما کمک آشپز این را آغاستیم دیگه سب که زغال آماده بشه بار نه که ابراهیم نه بو یک دانه زغال افتیده بود تو با موندمش که کوخ شوه یعنی زغال شوه میگم حساب قصاب که زیاد شد که آمرده ابراهیم چقدر قربانی کردیم سال؟ امسال قربانی تو افغانستان زیاد شده ماشاءالله جان برای نسوزنید نور آقا جان نمونید خواه نه خواندن نور آقا جان چی حال داری؟ بسیار مدت نهایت تو پاکم کن ماشاءالله استاد هستی دیگه آماده شد سریع آماده شد زغال دیدی استاد هستی های زغالچی بیا علی هم خواندن زغالچی رو بزن والا دوستان آهنگ میذاشتیم ولی هر که یوتیوبر ما چی میگیره که نمیتونیم آهنگ کنیم کاپی رایت میگیره از ما خیر است انشالله در پای بعد آهنگ خودی ما میسازیم خودی با آهنگ میسازیم مبارک شاد چی وقت فتره آهنگ میسازه؟ مبارک شاد دیگه حالی آهنگساز شده ایران آمده گیتار رو بیارم با اون سازه گیتار تا بیار امید که خسته نشده باشیم تا این دم اگه خسته شدین خسته نباشین امروز کجا رفتیم نفهمیدیم تو روز زود بیگاه شد که خدای تو میدانه نفهمیدیم یه دو جای رفتیم خلاص دو جای هم رفتی هنوز نفهمیدیم عید نفهمیدیم آره با خدای تو زود عجیب بیگاه آبادش هم نمیفهمیم پککو پککو که کالش موت شوه دیگه بیا جلوی از آتش بگی خارج از کشور یه قدر دوستان میمانی در خانه رو هم خودش نمیاد در بیاین در طبیعت یکان چیزا ببینیم
زرد خاص داره خسته شده نه مبارک شو بیا بار بزن مبارک شو اگه مگه استاد ده کارا مبارک شو که بامیان البته خیلی کارا کردن بلوخی چیزا زد کرده عیب که بلوخ نبود اگر نه دوستان اینجا بلوخی کسا میکنیم حالا باز انشالله یک روز انشالله در ویدیوی بعد انشالله یک جای پیدا میکنیم و یک بلوخی درست میکنیم مبارک مرتضی جان دور ماشین میکنه نکن کجا رفته بلند پولی رفته بلند پولی رفته نه تو بلند رفته مبارک شما هستم اینجا رفتن تو سازن و گفتم مبارک شو بابا اجازه که فرمان بیاره زغالم آماده است دیگه استاد مراقب بگید تا بگید دست ساختاندی به نظرم باشه تازه دکارا نمیکنی؟ آماده است؟ کبابا را مرتضی جان آورد دیگه این رقم ذره شیفت کنید
کامبان مچ هم آوردی نمیشه اینجا پالیش بیاد خاطرات خوشت بگو یک تایشن خاطره این ماشینایی مثلا بعدش در این روز نگم فقط خوبایش بگو چه روز خوشیست آره دیگه جان دیگه خاطرات زیاد است خاطرات یک دونشون رم بزنیم دیگه رم بزنیم زیاد از دفعه بازم میگم دوستایی که چند من از یک گوشتشو بزنیم مگلی سکا در یک گوشت کهی تا همشو زیاد دوست داشتم البته نگفتن همانه یک تیش بامیان هم هست میگم یکشم اونجا هست یکیش بامیان یکیش کابل یکیش هم همین یکی در افغانستان زیاد چه دوستان به نظر کامرامای نزدیک بیا که زیاد چه به نظر تصویر ها خراب میه عجب اونم جایش خالی امشب اگه اینجا میده خب همه قدر کشید زیاد هم باشه یکم بگم عباد برو اونجا چوب ولی جان کجا رساندین کار کباب ما که دیگه بشید گوش نشدی؟ چی میگم وروده بزرگ میگه ریده کچیره خود چی رقم
سرآشپز اینجا نور آقاست دیگه. نور آقا جان از خاطراتت تعریف نکردی. آقا جان خانم چی رفتم؟ آیو من رفتم. درست پخته نشد. عباس همونجا برین یکم چوب جمع کنین یکم زغال کمبوتی اگه کرد بکش نمیمانه کلیگه دیگه دوستان. ما آقا من گفتی پلاستیک زغال بیار بس من به اندازه این دو پلاستیک زغال آوردم. ایشکی برکت کنه. آقا جان امروز جادت هست در خانه که خاصی یک کباب دنبه پخته کنیم. یک روز علی جان خانه بودیم کسی نبود. ما بودم و نور آقا بود دیگه همه رفته بودن جای مهمانی. بعد نور آقا به خب حالا که دیگه همه رفتن یا مثلا یک کباب دنبه پخته کنیم. دنبه چی بود؟ چی گفتم؟ دنبه شطور. خب وقتی را انداختن داخل روغن خوب داغ کردیم. وقتی را انداختیم یک بار همه تر آتیش گرفت سخت بلند شد. شکر جانم دنبه جیجیق بده من خب دیگه بازم مثلا یک نم کباب گفتن میشه داخل روغن دیگه ساخته میشه. همکار عزیز ما استاد شد اینجا کمی بالا که دو دست کباب کلی عطر کباب گرفت. دیگه فکر کنم که زغال هم رسید. بوری اون کن سب دیگه ما بیدیم پخته شده ببینیم که ما خودم اخته که باید ترسی بودم که اخته خراب نشده باشد. عالیه؟ نور آقا جان چی رفتم؟ سمی عالی بود. بعد از بوی سیر رسید بعد دیگه شکم همینجا سیر کرده. نان بریم دلای نان بچینیم. سرخانه اینجا مغازه دوره نزدیک دوره مغازه هست حالا نشد با پیک سفارش میدیم بیاره برام ببینیم حالیه ماشاءالله آشپز ما در شکمبا هم هست تا آماده شدن عمل کرد گفتاله نلغه بود گوشتش خوب نلغه بوده؟ مثلا نلغه می باشه؟ دست نزن به اجازه که تو زد یک دانه مصطفی را به خیال خود تو من اینو بطم اون رو بطم خانمای اینا چه بخورن؟ تو به اجازه کرده ابراهیم به دست پیشی نکن مردم اینقدر جواب شد چی بتم؟ مردم میخوایی مرد خوب شد نام کباب پختی یا نور آقا جان؟ دست نه واقعیت یادم نرفت کباب زیاد پخته کردیم تا 24 بار هم استشون شدیم دیگه ما را نسوزانی که ما را گشنه نمانی حالا امشب اگر چیز شد شما اینا رو ببرید من میرم کار داشت پیش شما ساختان داشت کباب که نسوزم مزه نمیته دیگه
بیاریم نونه آره نون. آقا بله. ای بیار اینجا بیار نه همونجا کار کنم. سیخایش هم خالی کنیم. بردار. گفتم اونجا آره نه بهتر. آقا بیا اینو بگی تو. بیاریشم دانه دانه. ماشاءالله یه دقیقه یه قنال پیش نکن. هر کدام شده یک نان پیش کن. تو میکنم یخ باشه دیگه کباب یخ میشه. تا درست پخته میشه. مرا بیار بکشم بیا. من دیگه اینجا نور آقا جون زمزمم بله رسمی. اینو بیارم بیچیده می بغلش آره اینجا زغالش در نگرفته. زغالش یک هم نده. این رو نه روز نکنی یک بستش کنی. یک زغال یک دوستان اگه ویدیو کم کستی داره نور آقا جان ایوان زمزمم داشته باشید بعد نه هم خب زمزمای هم تو غریبانه و عاشقانه بلد هستی رادیوانیات بود خب زمزم میکنی بیشتر زنگی شده حالا نه ماشاءالله جوانه شطانند از جوان است. یه منظر بخی از اینجا نکو سعید جایش تنگه. برو دیگه بخیر خواندن بابا سر کوره خود گلای چای دیگه چند عمیقه البته در گفتن همون دوستا مصطفی جان که از ملاست راهنگ ماهنگ پریز است. این خودش سردگاه میگه ولی خودش ملاست. پنج سره چاپ میکنه.
مصطفی یک چوب نمیخواد دود میکنه در میگیره. بخیر بان کبابا رو بچی سرش که تا پکا کردم کنید تاشتا. اگه دیگه دور بیای شد. hayır hoş hoş kat. بابا در خب ما یک سال دیگه تا بالا کردیم کبابا رو هم زدیم یک دفعه نگفت دیگه کامرامین ما نفری که پیشتر خوب پکه میزد کجا شد مبارک شاه کجا شدی تو علی جان چیکار کردی؟ ما که شکم ما پشت ما چسبید من یاد خدا کم اگه خسته شد ولی پای دقیقه بکرد ما یه بچه از وقت نگذارد که وقت بریم ویدیو میکنیم شما با بزرگوارتان رو بخشید امید تا این دم از ویدیو خسته نشده باشید اگه خسته هم شدین خسته نباشید اگه باز خسته شدیم باز خسته نباشید. دوستان حمایت کنید تا ویدیوهای بیشتر بگیریم و جاهای بیشتر بریم مرسی دیگه گپ نمیدونیم فقط ویدیو از میسر کبابا بگیر تا کم بود دیگه ممکنه هم ملت تو مردم گیفته به جاجه گیفته क्या क्या फैन है شکرالله جان در چه حال هستی؟ بچه ها کاره آخر است دیگه ختم میشه دیگه Circo. دیگه شکرالله جانم بانجانا رو سیخ میکنه به حالا آشپز رفته بود که ما چه کار کنه این کبابا رو دیگه نسبت ساخته نسبت پخته شده بیا آقا بچه ما رو به پشت در مرسی کردیم
نه مرجا جدا بانین بانجان جدا به خاطر که میسازه باز یکش میسازه یکش پخته نمیشه. سرخان آور کنین بود جایی پیدا نه اونجا اول بانیم ما یک ویدیو بگیریم گرده هم باز میبریم تقسیم میکنیم. بودای دادانی که برسیم بیاین با ما بخورین غذا باز کت میکنیم یک دانه کلگی میخوره باز کت میکنیم میبریم شو طرف.